بابایشان من یک نفر مخلصی همیشگی شما هستم از وحدت و من مشورت دهید. من با یک زن 29 ساله که صاحب یک پسرچه می باشد نخستین بار وا خوردم. آن به من بسیار معقول شد. در وقت صحبت او به من گفت که من از شوهرم جدا شدگی هستم، به شوهر می باشم. بابایشان من 22 ساله هستم و او 29 ساله. من می توانم با او عائله برپا کنم، چون که خود آن زن نیز راضی می باشد. در آخر در حق عائله من دعای خیر کنید. بابایشان برادر عزیز، این همت تو دو وابسته است. اگر رفت همون عیال برای شما معقول باشد، یک دیگرتان دوست داشته باشید، خوب از نگاه شرع گرفتن شما هیچ ممنوعیت ندارد. خدا برای شما حلال کرده وقتی که نکاح کنید یا دیگرتان گیرید. لیکن من برای تو جوان تاکید میکنم که مبادا با پشیمان شوی. پشیمانی دارین بعد یک شب بسانی بعد دیگه در نظرت شم شوه و بیچاران در رحمونی خودت. این خوب نیست دادر عزیز. و حکایه میکنن هارون رشید پیشش 2 کنیزک آوردن برای فروختن. یکی دختر بود، او قدر حسن زیادی نداشت، لیکن دختر بود، روش میدان داغ داشته است. خوب یکیش بسیار زیبای خوشرو بود، لیکن سیبه بود، بیوه بود، شوهر کردگی، رنگی خواهر ما بنیا بچه داشته. خوب پادشاه هر دو دید و خلیفه کنیز میخریدن که هر دو دید گفت که اینش خیلی زیبای خوشرو، لیکن معلصف آخر شوهر کردگی است. اینش باشد خوشرو نه، لیکن دختر است آخر خوب است. گفت علیکم بالابکار، پیغمبر خدا دختر گیره، فانه انتق افواها اعذب افواها و انتق ارحاما. دختر گفتن یکم که زبان شیرین و دهان پاکیزه دارد، دوم رحم پاک دارد. لا وقتی که جابر از رسول اکرم پرسید که یا رسول الله دعا کنیم من زن گرفتم، حضرت چی تو زن گرفتی؟ گفت یا بیوه گرفتم رنگین دادر گاری. بعد چو دختر نگرفتی؟ آخه دختر خوب بود، با او بازی میکردی، شوخی میکردی. این بیوه حوصلش گرفتی که شوخی هم نمیفرش دیگه. روی حدیث است عزیزان من خوب این دادر نمیگم نگی، فقط مشورت دادستم، اختیار دارد، زیرا که خیلی بسیار بعد یه هفته با جدا شدن در سری ما شدن. بس آنی هارون رشید گفت که خوب اینش بسیار زیبا لیکن بیوه آخر خیلیش دختر نغزه لیکن خوشرو نه. که با اون بیوه فهمید گفت که تحصیل آخر بین من و بین این یه شبه گفت یا شب این به من برابر میشه، لیکن با حسن زیادتی من با زیادتی اسم میمونه. گفت نبر من گیر گفت کرای گرفتن که او دخترم او کنیزم دانا بوده و گوهار تقصیر راست میگی گفت بین من و بین و یک شب فرق هسته، لیکن داخل با یک شبی است که برابر 1000 شب لذت داره. او بچه های خوش بود. من به این دادر عزیز مشورت میتیم که خوب فکر کن دادر عزیز. اگر رفت و هر دو به یکدیگر پیمان کنه که زندگی تانه ادامه میتید، مثل که رسول اکرم حضرت خدیجه مادر ما نگرفتن زندگی شیرین داشتن، میتونه خوب یکدیگر تانه گیره با که ندارن کلانی و هیچی فرق نمیکنن. وقتی که شما رو حرمت کنن، وقتی که شما رو دوست دارن، وقتی خوبیش هست. در عزیزان میگن زن وقتی خوبیش بین 20 تا 30 است، 1 سال دیگه هم سازه. لیکن با بعد گرفتن با پشیمان شوی با فکر در دخترها رو ودو بیچاره بعد در نمیرم موند، اینش خوب نیست. من نصیحت من برای تو همون نصیحت است که رسول اکرم برای جابر کردن. علیکم بالابکار، شما دختر گیره، گفتن که دختر زبانش هم شیرین است، رحمش هم پاک است و ارزا بالیسیر. ارزا بالیسیر معنیش میدونی؟ ارزا بالیسیر نیست، دختر به اند کم قناعت میکند. مثلا بیوه مردم اگر اون شوی پیشنگیشت نقصتر کت خوردگی باشد، لباسای خوشرو با اون طرف شما است و شاید در دستی تو قناعت نکنه چند. اما دختر باشه او میگه زندگی همش همین است،
بنابراین کم دم قناعت میکنه، او شما خودت هم که برای قناعت میکنه. همش همین است گفته. نه مشورت من برای تم احتیاط کن، فکر کن و دعا کنیم خداوند این دادر عزیز ما را هوشیاری نصیبش کنه در انتخاب همسر با فریب نخورد. اگر خدای قضای تو به یک جایی شوی اونها رفته باشد بینشان الفت محبت پیدا کنه، یک دیگر شده دوست دارن و فرزندان خوب و رزق فراخ نصیبشان کن. آمین.